در پایتخت سربیا شهر بلگراد نفقه‌گیران بر ضد کاهش میزان نفقه اعتراض کردند. بر پایه برنامه کاهش خراجات دولت، حکومت سرب تصمیم گرفته است که میزان نفقه را تخمیناً 20% پایین برد. مخالفین این برنامه بر ضد آن در دادگاه کنستیتوسیونی هم مبارزه میبرند. اعتراضگران تاکید میکنند که قضیه را به دادگاه اروپایی خواهند کشید. کاهش خراجات به نفقه بیش از 700,000 ساکن این کشور تأثیر خواهد داشت. در قرقیزستان تفتیش حکومت ثابت نمود که بیش از 90% بازیچه‌های کودکانه که به فروش برآورده شده اند دارای مواد زهرآلود بودند. در گزارش حکومت تاکید شده است که به وجه عموم بازیچه‌های پلاستیکی دارای میزان بلندی ماده‌های فرمالدگید و فنول میباشند که برای انسان ضرر دارد. اکثر بازیچه‌های بازارهای قرقیزستان در چین تولید شده بعضاً با راه‌های غیر رسمی وارد این کشور می‌شوند. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک نمایشگاه محصولات پاکستان افتتاح یافت. به قول منصبداران هدف از نمایشگاه تحکیم روابط میان دو کشور است. وزیر تجارت پاکستان میگوید مقامات اسلام آباد سعی دارند به تاجران افغان فعال در پاکستان کمک رسانند. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان حقوقشناسان به نشان همدلی با رئیس اتحادیه محلی وکیلان مدافع کارشکنی یک روزه برگزار نمودند. چندی پیش در خانه رئیس اتحادیه محلی وکیلان مدافع مواد ترکنده تشخیص و بی‌ضرر گردانیده شد. وکیلان مدافع با اشاره به سلسله حمله ها و کشتار یک وکیل مدافع که ماه مارس در شهر پیشور به وقوع پیوسته بود، از حکومت تقاضا کردند که حمایه آنها تقویت یابد.